دوستای عزیز قند پدرم میبینین عبدالرحمن نامش از 3 سال و چند ماهش بودم. شب جمعه مبارک در تورنتوی کانادا دیگه بگادسی بسیار کوچک در گلونش بادام بر میمونه از دنیا رحلت میکنه. من فقط شما را شاید میگیرم و به رضای الله راضی استم. میوه دلم است، قلب من توته است، اما بازم به رضای الله راضی استم. چیزی که رضای خداست، خدا راضی باشه، الله متعال روح باشه، با روح توان گذشتگان آن اسلام در جنت آرام داشته باشه. انا لله و انا الیه راجعون. چیزی که رضای الله است، چیزی که رضای الله سبحانه و تعالی است. انا لله و انا الیه راجعون. ای که انسان جگرگوشه خود را از دست میده، فرزند خود را از دست میده، این واقعا سخت است. الله متعال به این برادر عزیز ما که در مصیبت صبر میکنه و صبر کرده جزای خیر نصیب بکنه. مفهوم حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که میفرماید صبر در اول مصیبت است. یکی از خردمندان میگه انسان عاقل در هنگام مصیبت، در هنگام غم و اندوه کاری را انجام میده که انسان نادان 1 ماه بعد انجام میده. این به این معنا وقتی بالای انسان غم و اندوه و مصیبت میآید، اگر صبر بکنه، این انسان عاقل است، این انسان فهمیده است، این انسان خردمند است. چرا؟ چون که اگر این صبر نکنه رضایت الله متعال را از دست میده و اگر این بیتابی و جزع و فزع بکنه که ممکن است در هنگام مصیبت هر پدر و مادری، هر کسی که عزیز خود را از دست میده، اگر جزع و فزع بکنن، یخن پاره بکنن، سخنای بیرا بگوید، هیچ دردی را دوا نمیکنه. بالاخره اینمی انسان وقتی چند وقت از این مصیبت بگذره آرام میشه. این درد کم کم مجبور است بالاخره به خاطر اینمی درد صبر بکنه، دیگه چاره اینمی داشته باشه. اما انسان عاقل، انسان زیرک این کسی است که در اول مصیبت قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته صبر بکنه، رضایت الله متعال به دست بیاره. همون مفهوم حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله متعال برای کسی که در مقابل از دست دادن فرزند خود صبر میکنه خانه در بهشت به نام بیت الحمد برش میسازه و برش عطا میکنه. الله متعال به این برادر عزیز ما که انشالله اگر اشتباه نکنم اسمشان فهیم جان است، الله متعال برای از این خوبیای دنیا و آخرت نصیب بکنم، برای فامیل و خانواده اینها صبر جمیل نصیب بکنم و عطا بکنم. حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید من تمام خیر و خوبیای زندگی خود را در صبر و پایداری یافتم. همینطوری که این برادر عزیز ما صبر کرد، الله متعال خیر، خوبی و نیکی های دنیا و آخرت را نصیبشان بکنه و الله متعال جزای خیر نصیبشان بکنه. و این ویدیوی از این برادر، این پیامی از این برادر، این فقط یک ویدیوی عادی نیست، بلکه این یک پیامی است برای ما. زندگی همیشه یکسان نیست، ممکن است مشکلات ها، اتفاقاتی برای ما دست پیدا بکنم، اما ما خود را نبازیم، ما خود را از دست ندیم، ما جزع و فزع نکنیم در مقابل سختی ها، بلکه به خاطر رضایت الله متعال، به خاطر از اینکه الله متعال از ما راضی باشه و اینکه ما راضی بر تقدیر الله متعال باشیم صبر بکنیم و این بزرگترین درس و بزرگترین پیام برای ما است. الله متعال برای ایشان و برای خانواده ایشان صبر جمیل نصیب عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.